بر اثر به دیوار شرکت خونه‌سوزی کورز برخوردن یک ماشین در شهر کولوب 3 نفر به هلاکت رسیدند. این صدمه پرقربانی صبح 8 ینور سال 2024 در محله اوفیس شیروزی رخ داده است. در شعبه کارهای داخلی شهر کولوب به رادیو آزادی گفتند ماشین تاکسی تمغه نکسیا که از سمت بازار سامانیان حرکت میکرد به دیوار اداره خانه‌سازی کورز برخورده به داخل بنا در آمده است. بنا به معلومات میلیته کولوب در نتیجه راننده، یک مسافر داخل ماشین و همچنین یک ساختمانچه کارخانه کورز جان باختند. از آنها اسماعیل کنجایف، نوروز اسماعیلو و کرامت عبدالرحمانوف نام بردند. در بیمارستان منطقوی کولوب گفتند که یکی از رفتیده ها از سر آسیب دیده بود. صدمه مذکور در روی رخ داده است که 3 محله شهر کولوب 1 می، شمس‌الدین شوین و حافظ شیروزی را میپیوندد. به این منطقه از 4 گوشه شهر ماشین رفت و آمد میکنند و یکی از چهره‌های اعظم پرماشین شهر کولوب به حساب میرود. تا چند سال پیش در این منطقه چراغک فعال بود و رفت و آمد ماشین ها را تنظیم میکرد. با آغاز ساختمان خانه های بلند و شانه چراغک را کندند و از نو نصب کردن آن را فراموش کردند. از قبل ساکنان محله های گرد و اطراف گفته شده است که یکی از عامل های چنین صدمه ها بند کردن پیاده راه و طالب شورا محکم کردن و ساختن بناهاست. این نخستین چنین صدمه پرقربانی در کولوب نیست. شام 6 آگوست سال 2023 در کوچه جمعه علی در نزد بازار سامانیان به علت بالای ماشین‌ها و مردم راهگذر و خانه‌های استقامتی سرازیر شدن یک ماشین پرباری که ترمزش از کار برآمده بود 10 نفر به هلاکت رسیده، 11 تن دیگر جراحت برداشتند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.